سرخط خبرها. جابوروف گفت تا سال نو بحث‌های سرحدی با تاجیکستان حل خواهد شد. صحبت با سفر عبدالله، محقق و دانشمند شناخته تاجیک. بازی دسته‌های تاجیکستان و روسیه بدون گل خاتمه یافت. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز 18 نوامبر. بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان تا آخر سال روان حل خواهد شد. در این باره صادر جابوروف رئیس جمهوری قرقیزستان هنگام سخنرانی در پارلمان بیان داشت. وکیلان پارلمان قرقیزستان طرح سازشنامه با ازبکستان درباره آخرین قطعه‌های بحث برانگیز مرزی بین دو کشور را تصویب کردند. پرزیدنت قرقیزستان گفت اگر مانعی نباشد خدا خواهد تا سال نو مسئله مرز را با تاجیکستان نیز حل میکنیم. ما باید با هر 4 کشور همسایه در صلح و ثبات زندگی کنیم و دیگر هیچ یک سرباز در سرحد نباید بمیرد، گفت او. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 30 سال باز نمیتوانند بخشی از قلمرو خود را تعیین و نشانه گذاری کنند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تقریبا 400 کیلومتر آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف مرز با یکدیگر بحث لفظی و سنگپرتایی میکردند، اما در سال 2021 و 2022 زد و خورد مرگبار صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها کس کشته شدند. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری و تجاوز مسلحانه گناهکار میکنند. بازی دوستانه میان دسته‌های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه که شب 17 نوامبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوری برگزار شد با حساب برابری 0-0 به پایان رسید. این اولین بازی تیم‌های ملی تاجیکستان و روسیه در تاریخ هر دو دسته بود. بازی با حضور 20,000 تماشابین شوق‌آور و پرشدت صورت گرفت. هرچند بازیگران روس برتری داشتند، حساب گشوده نشد. فوتبالبازان تاجیک توانستند بر رقیب خود مقابلت نشان دهند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال و سازمان فوتبال اروپا برگزاری بازی دوستانه میان دسته‌های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازه داده بودند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده‌بندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 هستند. سفر عبدالله، محقق و دانشمند شناخته تاجیک بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتا زندگی و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای خارجی قزاقستان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواسته کسی صحبت نکرده، تنها آنچه را میگوید که به آن اعتماد دارد. خبرنگاران رادیو آزادی ضمن سفر به شهر الماتا با سفر عبدالله صحبت کرده نخست از او پرسیدند که بعد بیماری به چه کار مشغول هستند. درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم طبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم. بسیار. بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چگونه است؟ البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالتها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدودی 20 سال 30 سال اخیر کارهایی که دانشگاه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه‌های کده‌های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا انستیتوی زبان و ادبیات، انستیتوی شرق شناسی، انستیتوی تاریخ، انستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردن متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یک فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده نیست. برای آنکه دوره‌ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول عادیزاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه امرانوف داتسنت دانشگاه دولتی تاجیکستان یک تقریر نوشته بود و ثابت کرده بود که 1 میلیون غلط، 1 میلیون، وقتی که عادیزاده 1 میلیون غلط کند من تصور میکنم که دیگرها چند میلیون غلط کرده باشه.
یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی ها گمان میکنند که بهترین نمونه های ادبیات کلاسیکی ما به زبان به خط سیریلیک برگردان شده است. آنچه برگردان شده است حتی 5 تا 7% نیست. خب در این باره درباره تحقیقات علمی البته پایان‌تر صحبت میکنیم، ولی من در یک مسئله میخواستم الان صحبت دقت شما رو جلب کنم که ببینید اهالی تاجیکستان نظر به دوره اتحاد شوروی قریب 1 برابر زیاد شد، اما تیراژ کتاب هایی که امروز ها در تاجیکستان چاپ می شود برعکس چند برابر کاهش یافته است. اجازه ندادید من تا آخر بگم. مسئله اینه که پژوهش‌های علمی این معنی ندارد که ما از این گفته من خلاصه کنید که اصلا وجود ندارد. گاهی اوقات بعضی دانشمندای ما کتاب‌های خوبم نوشتن، پژوهش‌های هم شده و انجام دارد میشد، ولی در مجموع وضع علم و فرهنگ متاسفانه بسیار بسیار ضعیف است و نگران کننده است. حالا که شما درباره کتاب‌ها صحبت کردید، خیلی وضع کتاب‌ها نگران کننده است. وقتی که نویسنده خلقی تاجیکستان فرض کردیم مرون کوزاد کتابش با تیراژ 200 نسخه 200 دانه چاپ میشد، خیلی خیلی دردآور است. یا فرض کردیم کتاب شاعری مثل فرزانه تیراژ 500 تا، خیلی خیلی عیب است برای ما، برای آنکه تصور کنید که شما خب پس چند درصدی از ما کتاب میکنه. سفر عبدالله تشکر که برای ما فرصت جدا کردید. سپاسگزارم. بسیار خوب. بینندگان عزیز، همصحبت ما بودن دانشمند تاجیک سفر عبدالله. تشکر که ما را تا آخر همراه کردید. جو بایدن پرزیدنت امریکا از کنگرس و پارلمان کشورش برای کمک به اوکراین 37 میلیارد و 700 میلیون دلار درخواست کرد. 21 میلیارد دلار کمک درخواستی به خرید تسلیحات برای ارتش اوکراین روانه خواهد شد. حدود 6 ماه کنگرس امریکا برای اوکراین 40 میلیارد دلار جدا کرده بود. با اطلاع نمایندگان حکومت بایدن 18 میلیارد دلار آن کمک برای مهمات جنگی اوکراین جدا شده بود. درخواست اخیر درباره 37 میلیارد و 700 میلیون دلار باید از سوی هیئت کنونی کنگرس امریکا بررسی شود که دموکرات‌ها در این کنگرس اکثریت هستند. روز 3 январ سال 2023 هیئت نوی کنگرس سر کار می‌آیند که به احتمال زیاد پالاتای پایانی آن اکثریت به جمهوری خواهان تعلق خواهد گرفت. قسمی از جمهوری خواهان با کمک گسترده به اوکراین با شبهه می‌نگرند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 18 ноябри соли 2015 парлумони Русия қонунеро қабул кард ки ба ширкаткунандагони амалиёти ҷангӣ дар қаламравии Тоҷикистон расман мақоми ветеран медиҳад. то он замон давлати Русия ширкати сарбозонаш дар ҷанги 5-солаи шаҳрвандии Тоҷикистонро расман рад карда буд. вакилон гуфтанд дар ҷангҳои Тоҷикистон 23500 низомии рус ширкат кардааст. 18 ноябри соли 1994 дар душанбе медиа гурӯҳи чархи гардун таъсис шуд ки дар давоми солҳои баъди соҳиби 5 нашрия Digest Press, чархи гардун, вечерни душанбе, зан ва мард ва авицена шуд. муассиси ин ширкат Акбари Саттор рӯзноманигори саршинос буд ки аввал шуда дар бозори матбуоти Тоҷикистон ашяҳои тафриҳиву тиҷоратиро роҳандозӣ кард. 18 ноябри соли 1920 Маъруф Хоҷа Баҳодуров, ҳофизи халқии Тоҷикистон таваллуд шудааст ки ҳамчун сарояндаву оҳангсоз ва навозандаву донандаи мероси мусиқии суннатии мардумӣ шинохта шудааст. дар 77 соли умраш бештар ба сабки сарояндагии Содирхони ҳофиз маъруф шуд. Гулёри Содирхон, Баят, Ушоқ, Ироқ, Нимчӯпонӣ танҳо чанд намунаи таронаест ки маҳорати баланди ҳунарии ӯро ба намоиш гузоштааст. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. 100 دلار آمریکایی 1021 سومانی و 1000 روبل روسی 164 سومانی است. در بانک‌های تجارتی قرب اسعار می تواند فرق کند. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. با شما استراحت خوش آرزو مندیم. خدا نگهبانتان.